कैसा हुआ जा आखिरी बार ही जाने चूंकि हर शब सही किस्मत बन जाता ना सही किस्मत है गेस्ट नहीं जाने टीम पास कने ना देखे चेक नहीं बने कैसा जीजित कैसा شما درست اشکوتا نی اشتاف مکنه کم انشالله کم جنان کن رین دیما خیر کسا 116 صفحه من راو 708 صفحه باز اینجا حال کسا نیمشن وجه خواجه قاوس چه جاگه پادر دست امیر ارسلان گرفت و با اتفاق خواجه طاووس به طرف تماشاخانه رفتند. خواجه طاووس به دروازه رفت و خواجه قاووس هم با امیر ارسلان تماشاخانه در پچ کشتند. تماشاخانه توکا و امیر ارسلان لانکی گوت سیرین بست و دستی وتی آستیک برزا کشتند و خواجه قاووس پشت بساط کولگا پیگا کاوچی اوشتاد. مردم پرنگ که اشکوته که الیاس پرنگی خواجه طاووس چوک ما تماشاخانه وتی ناکوک کره شاگرد کاوچی بیده دسته جنین و مردم به تماشاخانه رفتن. احوال امیر ارسلان چه یک کادگر جست کد. بالاخره همچو امیر ارسلان شراب دادند تو امیر ارسلان هم ساگی بیت وجه آمده شراب در دست به هر کسی شراب داد. جام هر یک شراب ورد جام چشپی پر کتو داد به دست امیر ارسلان داد. آیه هم زران به دست خواجه قاووس دادند که ناگهان صدای آواز برو برو چست بید. آوازی مزنی چست بید برو برو چست بید. مردم چه دیما پشت ایده مادم شنگشانگ بیتن سر کوچه واجه سر کله کمر وزیر ظاهر بید. اد دیما ما تماشاخانه دستی وجه با یال سراوتی من گردن گفت و یر کبت یال مرکبه نه یال مرکب وجه اسپاچ یر کبت اد توکا ما تماشاخانه و رفت نیمکت سرا تحت سرا رفت نشت صندلی قرار گرفت و ناگهان چمی با ابتا جمال امیر ارسلان کبت پشتی لرزد مودای بدنش راست بیتن پریادی کو خواجه قاووس شراب بده یه بچکا بیاری. خواجه قاووس با امیر ارسلان و پرزند یک کمر وزیر هسته حواسا بطی که جمع کن ترا لوٹگین شراب های واسه ببر لیکن هر چه چطور جوستی کو مبادا که تعریف کنه. امیر ارسلان چه گنده کمر وزیرا شی لرزک بایی بدن کبت سک ترسه و مدل تو گوشتی خدا بخیر بگازینی. سینی شراب به دستا گرفت و به خدمت کمر وزیر شد و ساگی بو شرابی پر کت به دست آیی داد. وزیر جام نوشه تو پشت ما پشت شرابی ورد نزدیک دو ساعت به قد ترکیب و شکل اندام جوانی امیر ارسلان اینگو شراب گو اینگو امیر ارسلان چاره پر نیم نظر چیرکانی شرابی نوشد. امیر ارسلان سینی چست کتو ترد کمر وزیر به زبان رومی پریاد کو ای امیر ارسلان رومی ای امیر ارسلان شاه رومی تند بر خاک شهیدان مدوان مرکب را با خبر باش که خون از سر زین میگذرد. جوان کجا میروی؟ جوان کجا روی؟ بیا چطور من احوالی جست کنم سوالی گون تو هستینو احوالی روشن جست کنم. امیر ارسلان و تارا پر نفهمی جا بر روی وتی نیارد هما طور که سری دور داد که جانا من رو گیا با کمر وزیر دوباره آواز داد. امیر ارسلان دوباره پدا آواز داد. امیر ارسلان پادشاه روم مگه تو کریه بیا گونتو کارون هستین. امیر ارسلان پدا پاوتی نیارد. هرچی کمر وزیر آواز داد جوابی ندادی. آخر با زبان پرنگی گوشتی آه جوان گونتو هستین بیا گونتو کار دارم. امیر ارسلان پشت سروت چارتی سینی به دست خواجه قاووسی داد و رفت. در برابر کمر وزیر تعظیمی کت و احترام کت. کمر وزیر هم به زبان رومی گوشت ای پادشاه روم بچه به ای اطاعت کنه
مگه تو گنو کیه یا خواجه نومان و وزیر تی مرتبطه که ترا اشتی به تنهایی به میان 100,000 دشمن بیای. امیر ارسلان سر به چهره داد جواب نداد. کمر وزیر پدا گوشت جوابی نشکتی. نزدیک 2 ساعت پشت به زبان رومی جستی که امیر ارسلان و تارا به نفهمی جد. آخر به زبان پرنگی گوشتی ای آصف جاها، یعنی ای واجه پادشاه. آصف جاها واجه گوشن مدنی مردمانه با احترام. پادشاهان گوشن تی مدنی مردمان. ای سردار، ای واجه چی گوشه تو؟ ای چه زبانی هستی؟ امیر ارسلان جست کو و که تو خبر کنگه و گونکه خبر کنگه تو. کمر وزیر کنده تو به زبان پرنگی گوشتی جوان گونتی وتی زبان اما خبر کنگو. مگه تو ملکشاه رومی پادشاه پیلی هنگه روم نه؟ ای چه وضعی هستی؟ مگه تو گنو کی بیتگه بچه به ایل گدانگون درد کگه کدی ای شهر توکت وات کگه. امیر ارسلان گوشت آصف جا ای واجه ای پادشاه ای کماش مرد چی گوشگه تو؟ امیر ارسلان کہیں روم کجاییں؟ ملکشاه رومی کہیں من کجا پادشاه روم کجا؟ دشمنی به خواجه اعظم کتا. ای خبران که تو کنگه هیچ یکی من نفهمو. من چی زانو؟ امیر ارسلان کہیں من الیاس پرنگی خواجه طاووس چکم نه رومی دیدتمو و نه رومی پجا کارم. کمر وزیر کندت گوشتی جوان تو امیر ارسلانه من زانو بچیا تو اتکگه پرچه دست چپ سلطنت روما کشتگه به جلال خدا. اگر یک کلمه به من بگوشه امیر ارسلانو دست پروخلکای بطی دست دادم طوری که هیچ کس مفهمی. ترا چه ای شهرها دنناک برون به روم برون. امیر ارسلان گوشت وزیر عجب بد پیلیه، عجب لجبازی تو جاهلیه. ما امیر ارسلان کجا پجا کارم پاروک لکا کہیں اگر لوٹ منا با کشک بده بگوش. اگر چما خوشیت که هم بگوش که گوما لوٹ خبر بده خبر بکنه خبر دیگری بگوش نسبت پادشاهی پرچه بمانده و ناما جنک پادشاهی کا پرچه گره دشمنی بین عیسی مریم کتا. دروغ منگوشگه ما امیر ارسلان نو الیاس من خواجه طاووس چکم گو من دشمنی هستیم لوٹه منا با کشک بده بدو بیرا منا گوشگه. وزیر کندت گوه به جلال خدا تو ارسلانه به عشق فرولکا بیداد کگه هنو که ارسلان نه هر کس لوٹه بوه. لیکن جوان همه پیما که به ما گوشته بیروز نداته تعریف نکتت توقع هست که به هیچ کس مگوشه. هرچی شتا جست بکنم بگو ما الیاسون دستی ما کسگا کتو نزدیک 200 اشرفی دامونا امیر ارسلان رد کی و گوشتی ای زران ببر به خواجه کاووس بده تا شری سرا چطور نگهداری بکن تی محافظت بکن و چه جاگه پاده چه در تماشاخانه رب دنا. امیر ارسلان از زر برد دیما خواجه کاووس رد کن. خواجه کاووس گوشت چه صبح تا حالا گو کمر وزیر چی ما گوشکته؟ امیر ارسلان گوشت عجب حرام زاده ای هستی هرچی قسمو ورگم پدام گوشی تو ارسلانه حتی زانتیان که چی واسط کن. خواجه کاووس گوشت جوان تا تونه چه ای حرام زادگا چه دوری بکن. در همه حال خبر مکنه گاتن که پدا آواز برو برو چست بید چه در تماشاخانه وجه شمس وزیر ظاهر بید. رب صندلی سر نشت نظری که چمی به وشی خلقای چم مردانه امیر ارسلان کپتن آواز جد
جوان شراب بیار. خواجه کاووس گوشت جوان هوشیار بای، یہ شمس وزیر ہیں، لنگے ہما حرامزاده ہیں. امیر ارسلان گوشت پناه برده په خدا. شرابی وجه زرت رفت در برابر شمس وزیر تعظیمی کت و اوشتاد. شمس وزیر با زبان رومی گوشت امیر ارسلان سک خوشت که خوش آمدید و شد که انشالله که قدم تی ما ای شهرها مبارک ببی. جوان مگه تو گنو کیه پرچی ات که؟ امیر ارسلان جواب نداد. شمس وزیر تکرار کو. آخر امیر ارسلان گوشت واجه اگر گو بنده ترا دشمنی هسته یعنی یہ چه خبران تو کنه؟ زبان مردمی خبر بکن، من که زبانا نفهمم. شمس وزیر با زبان فرنگی گوشت قربان بگونتی من با زبان رومی خبر من کنم. زبان آبا و اجداد انتی مگه خواجه نومان تی وزیر مرتبطه که تو ات کگه؟ مگه در روم دکتر جنک کاتیں که به خاطر پرولکا و تار من میان 100,000 دشمنا خونخوارین تا دور داتا. تو مگه گنو کیه؟ سره ہوش نه چون انته؟ امیر ارسلان گوشت وزیر ای چه خبری است تو کنه؟ ای سوالان عجیب و غریبین چمان جست کنه. پیش چطو یکی دیگه هم اتکگا همه خبرانی کد که تو امیر ارسلانه عاشق دکتر پادشاه. انگار شما دویم وزیران بنگ کشده و سر هوش نه پرچی هزیان باشه بیهوده خبر کنه. ما الیاس پرنگی خواجه طاووس چکن و خواجه کاووس شاگردم کاوچیم. نزانو امیر ارسلان کجا جهنم هسته مرد شور. امیر ارسلان بیبیته به جلال خدا اگر یک رنده دیگه نام امیر ارسلان با من بله و تار خوشم دوباره جلای وطن بوم. مگر رسم شهر شما ای هستین هر وقت غریبه به شهر بیایتین آیا اذیت بکنه و تهمتی بدنه؟ اگر من پادشاه بودتینو پرچی ادا بیام شاگرد کاوچی بوم. شمس وزیر کندت گوشتی جوان ناراحت مبه لوٹتم گون شوخی بکنم. مگر پیش چاہیے که من بیاؤں کمر وزیر باید آتکا. امیر ارسلان گوشت هاو آتکا. شمس وزیر گوشت ترا دیدتی؟ گوشتی هاو منا دیدتی. گوشتی تو ارسلانه کمو که چرند پرندی گوشت من قسم وارد که نیوم پادت کو رفت. شمس وزیر گوشت جوان خدایا ترا چه شر ای حرامزادک خدا ترا چه شر ای حرامزادک حفظ بکن. جوان راز وطیگه با کمر وزیر مگوش به مز که تو بگوشه ما ارسلانو ترا امان ندانته. امیر ارسلان گوشت عجب و واقعی هستیم وزیر چه صبح تا به حال هرچی گوشو ما الیاسو پدا تو گوشه به کمر وزیر مگو مگه ما امیر ارسلان بگوشون یا مگوشون. شمس وزیر گوشت هر کسی ببه یعنی ترا من گوشه گم مبادا چه ترسا دروغ بگوشه که ما ارسلانو. امیر ارسلان گوشت خاطر جمع ببه که من چه هیچ کس نترسم تا به حالم دروغو نبسته. شمس وزیر گوشت خب با دستی وطی پا جیبا برد نزدیک 500 تومان اشرفی دنه یارد به دامان خواجه کاووسی رست و با ای احوالی کتی و گوشتی که روز در شام امیر ارسلان ما کاواخانه خدمتی کو مردم پرنگ جنین و مردین دسته کالگا جفت و تماشاخانه رفت. امیر ارسلان چارگ واس هر یک جام شراب داتی معوضا آیا کالگا پگا زر پر کو ساکیا یعنی لیوان پر کو دا که هم خواجه کاووسی و آی تمام با خواجه کاووس دادن که نزدیک اصورا 20,000 اشرفی که یعنی آید خواجه کاووس بود تا وقتی که روز و پشت کوه نزدیک مغرب رسید نشت.
صاحب کتاب واجه شعری گوشی گوشی شبا هنگام چون بنهفت رخ این لاله حمرا، شگفت از چشم آن جمع 100,000 نرگس شهلا. نهان شد زیر دامان زمین این گنبدین مجمر، هوا پر مشک و آذفر شد، جهان پر عنبر سارا. به هر سمت از سواد چرخ رخشان کوکبی ظاهر، به هر سو از ظلام شب فروزان اختری پیدا. خیال شب به سر دست درد خواجه کاووس بساط کاوچی جمع کد و پولانی درست زرد دست امیر ارسلان گرفت چه تماشاخانه دنا رفتن و امیر ارسلان به طرف لوگ راه کفتن. مردم در لوگ خواجه کاووس و امیر ارسلان دنبال رفتن. خواجه کاووس داخل لوگ بیت و دری بست. مردم شنگ شنگ بیتن و خواجه کاووس دست امیر ارسلان گرفت و امیر ارسلان گرفت داخل امارت بید. کرا میزگا یا صندلی سرا نشتن. یا کمک شراب نوشد. امیر ارسلان گوشت این شمس وزیر و کمر وزیر عجب حرامزادگانی هستند. مرچه محض گندگ میمونه پجار، حتی زانت بچی واسط کن. خواجه کاووس گوشت مرچی دیته چه ترار و چالاک و حرامزادگان پر حذر ببه، جانا و تیگا مفت مده تا چه زبان تیگا بشکنم بند چه بنجا تیگا جدا کنن تی. امیر ارسلان گوشت اگر آهان رندن ایارن منم رندتر و چالاکترم، اگر بمیرم هیچ نگوشم تعریف نکنم. چه حالا خبر کنگاتن که خواجه تاووس درا وارد بید. ات صندلی سر نشت احوالی جز که مرچی چطور بیته. امیر ارسلان و خواجه کاووس هرچه که آیگ شمس وزیر و کمر وزیر گوشتند. خواجه تاووس گوشت وجا این 17 دکت بی کجا برای مرچی امشی چند جوان بیچاره داخل در بیتن. خواجه تاووس گوشت داخل مرچی چند جوان بیچاره داخل شهر بیتن. ما گفتن زجرم بازن دادن که شما امیر ارسلان هستی. بیچاره قسم وارد آهان راه کتن که رفتن. امیر ارسلان کنده غلام شام حاضر کو شام وارتو کاوای نوشت و گوشیچلی مکشه در 6 ساعت شفا گوستگا هر یک که سرجا که خبر کنگتن پس چایی و غلامان بستر حریرین پس کتن. امیر ارسلان بر راحتی وقت دن که روچ دن که یوسف خورشید وشی دن که یوسف روچ چه زندان اپکا چه سری دنا کشتد. عالمی چوتی نورا خوبصورتین روشن کد. صبح آمد به کوه مهر درخشان، چرخ تهی گشت از کواکب رخشان. جاده ظلمات شب رسید به آخر، گشت سحرگه پدید چشمه حیوان. وجا در سرجنگا روچه جهانتاب امیر ارسلان نامدار سرچه وابا چست کتو به حمام رفت. زول پوتی میدی وجا با مشک و گلاب گونه ششتن چه حمام دنات یک دست لباسی قیمتی در برا تنه کت پوشیدی گون. خواجه کاووس به تماشاخانه رفتن. امیر ارسلان پدر لانکی وجا و سرین بست پشت بساط کاوچی وجا اوشتاد. پدر مردم بالاخره عد کن جنین و مردین عد هر یک شراب ورد. امیر ارسلان شراب دادن. دوباره چه تماشاخانه سر کلش کمر وزیر ظاهر بید. عد صندلی سر نشت صدای جد الیاس شراب بیار. امیر ارسلان شراب زرد در برابر وزیر بردی. کمر وزیر کندد پدا مثل روچ گوستگین هرچه اصراری کد که تو امیر ارسلان قسم وارد که من و التماس کو پریاد کو که و تا به حالت گریوی دورده که
ترا به خدا دیگه چه خبرا مکن. کمر وزیر پدر دامونی چه ذرا پر کت و رفت. بعد چه روگا کمر وزیر شمس وزیرت. آیی هم اما پیما فریاد کو لوٹتی پادت کو رفت. امیر ارسلان آروز در شفا به خدمت مشغول بید و شب به لوگا رفت. شی وجه حل قصه شما وجه شی هم در وجه 20 دقیقت بیتانی بس من کلا آن از سه قسمت گشته جنگی نه چه ٹیم پاس کنی कैसे वाश में इसको था ما لوٹیں واجہ گوشی انترنت ها کامل کنی نه این خاطر خیر شما اشیا هم داره 20 بو 21 کن چونته او بگره 21 کن واجه ها شارون چونته مارا چم مو نی بر خیر شارون باره اینه که جانو ها 21 کن واجه سلامت باتی الله میاره